السلام علیکم. دیو قسمم سر شد. ما کنارم موندیم که اونا به انیسه رفتیم. خیلی همتون میدونید که دلوری بابنیک ایرخی کراسافچی ایش بوشه انیسه زردکی تخمک اناییش ریحونه روبا بلبل بابا ایش بوشه میلان اینا میجه تو میلان در دوره هم دیلم تانا کنارا سر میکنیم. یه روز دیلوار خشد داره صورت گشته نمیشه که یک داره انیسه را میبینه. اوی دهانش میره با در او عاشق میشه. بعد دیلوار پیش انیسه رفته شناس میشه و باید دیگر عاشق میشن و ایقا پرد بکن میکنم گب چب خبر ما بمرم برات تو بمری برام و آخر انیسه را برای سرم دعوت میکنه. ایقا میچرم میگردم و باید دیگر پره میشوم و یه روز دیلوار کلوب میروه مست میشوه و باید دختر بانام میلان اگر خبرهای بسیاری بد میکنم. بعد انیسه تیمه یورو فهمیده دیلوار چلوشته به گرمانیا میروه و ای بین 3 سال سرازو میگذره. بعد دیلوار با دختر بانام ریحانه شناس شده با او ازدواج میکنه و صاحب یک پسر میشود و پسرشون کلام بشود شک و رویش به مانند دیلوار.